سرخط مهمترین خبرها: گرفتاری به زکام در تاجیکستان. وزارت گفت زکام خوک هست اما جای خواطری نیست. افزایش نشان دهنده برای حسابها. نرخ بلیت حربی از 28,000 تومانی گذشت و سرگذشت زنی که گزارش رادیوی آزادی سرنوشتش را تغییر داد. درود بیننده عزیز، با امید روز و روزگار خوش برای شما برنامه نوید بامدادی را آغاز میکنیم. امروز 16 دکبر است. وزارت تندرستی تاجیکستان ثبت شدن حالتهای گرفتاری به زکام خوک یا اشک N1 در کشور را تصدیق کرد. مسئولین وزارت در صحبت با خبرگزاری آزیا پلوس گفتند این موسم زکام است و جای خواطری ندارد. این شب و روزها شکایت ساکنان از گرفتاری به زکام در کشور خیلی زیاد شده است. برخی از احتمال گرفتار شدن به کرونا ویروس نگرانند، اما مقامات میگویند یگان حالت گرفتاری به کووید 19 ثبت نشده، بلکه تنها موسم زکام معمولی می باشد. البته تصدیق حرفهای مقامات از منابع مستقل غیر امکان است و حرفهای مقامات در گذشته درباره گرفتاری به کرونا ویروس شبهه‌ای را با وجود آورده بود. نوروز جعفرов، یک مسئول وزارت تندرستی، به خبرگزاری آزیا پلوس گفته است از سال 2010 در تمام جهان زکام خوک یا اشک N1 پهن می شود که حالا به موسم تبدیل شده است. مقامات گفتند فعلا تعداد بیماران را حساب دارند، در حالی که برخی کشورهای همسایه تاجیکستان از جمله در قرقیزستان مکتب‌ها تعطیل شدند. مقامات تاجیک گفتند فعلا چنین تصمیم ندارند. بینندگان عزیز، همکاران ما این موضوع را پیگیری دارند و در برنامه اخبار آزادی برایتان تفصیلات بیشتر خواهیم داد. به خاطر بالا رفتن حجم نشان دهنده برای حسابها در بودجه، از سال آینده حجم جریمه و دیگر پرداخت‌های دولتی در تاجیکستان بالا می رود. امسال حجم یک نشان دهنده برای حسابها 64 سامانی است، ولی از سال آینده این نشانداد 68 سامانی خواهد بود. سال آینده مثلا نرخ سیاه کردن شیشه های ماشین ها از 5376 سامانی تا 5712 سامانی بالا می رود. حجم جریمه ها نیز زیاد خواهد شد. نرخ خدمت در ارتش هم از 26880 سامانی تا 28560 سامانی قیمت می شود. جوانانی که نمی خواهند در ارتش خدمت کنند می توانند با پرداخت 28000 سامانی و گذشتن از دوره یک ماهه آمادگی صاحب بلیت حربی شوند. سالهای اخیر مقامات تاجیکستان حجم نشان دهنده برای حسابها را مرحله به مرحله زیاد می کنند که باعث بالا رفتن حجم جریمه های و دیگر پرداخت های دولتی می شود. مقامات پیشتر گفته بودند نشان دهنده برای حسابها به خاطر بی‌قرب شوی پول بالا می رود. 2 سال پیش رادیوی آزادی درباره زندگی سخت یک زن گزارش داده بود که همراه 2 دخترش آهن پاره جمع کرده می فروخت و زندگیش را از این حساب می‌گذراند. بعد گزارش آزادی، مردم خیرخواه با کمک این مادر شتافتند و زندگی این عائله کاملا تغییر یافت. حالا دختران محبوبه دیگر آهن پاره جمع نمی‌کنند، بلکه به مسابقه بوکس آمادگی می‌گیرند. ادامه سرگذشت این زن را در گزارش محمود جان رحمتزاده می‌بینیم. محبوبه غنی و خوشحال و با افتخار به گردن دخترش مدال می‌آویزد. دیپلم و مدال ها نتیجه پیروزی های دخترانش در مسابقه های ورزشی است. مادر از نقشه های دخترانش میگوید و میبالد. دختران تا به مشزن کسبی شدن راه ناهمواری را پشت سر کرده اند. امیده و امینه غنیه ها در آغاز از مادر پنهانی به تالار ورزش رفته اند. بچه همی گذرمون میرفتن، ما پیشون میرفتیم که مقصد در چی مشق میکنن. ما هم برای چند مقصد بگیم که برامون. بعد که میرفتیم مقصد زل میرفتن نشوک میزنه و فهمیدیم که زلی بوکس میرون. چم برفتیم بعد چم را برد. 1 سال می شود امیده و امینه در رشته بوکس مشق میکنند. امیده در 1 سال 6 مدال و چند دیپلم افتخارنامه به دست آورده است. همیشه او جای اول را گرفته است. انتخاب مشزنی را که در تاجیکستان کار مردانه می‌دانند برای دختران آسان نبود. مادر مخالفت اطرافیان را صرف نظر و دخترانش را با این نوع ورزش ترغیب نمود. دختر چی و ورزش کنیش چی، دختر چی و بوکس چی، من نگفتم وقتی هوس دوران محبت دوران به همه کسشون بوم بروان گفتم من طرفدار شونم. بعد درس میروان میانی چی نمیکنن، فوزال یک قدم را هیچ چی نمیکنن. زندگی محبوبه با دخترانش 2 سال پیش در یک مستند رادیوی آزادی نقل شده بود. سرنوشت آنها کاملا تغییر یافت. آن زمان او با دخترانش آهن پاره گرد می آورد و می فروخت و زندگی می کرد.
умеда ва амина он вақт ба дарс намерафтанд ва дастёри модар буданд. баъди пахши мустанади нони оҳанин бо дастгирии афроди хайрхоҳ соҳиби хона шуданд. وقتی که صاحب خونه شدیم دخترها بسیار مثال در خانه خود وقتی آرومیش داشتن و درس کنی وقت داشتن و وقتی خواب رفتنشون هم میدونستن. ҳоло умеда ва амина роҳи партовгоҳе ки оҳанпора мечиданд ба роҳи варзишгоҳ тағйир додаанд. роҳе ки умед доранд онҳоро то қаҳрамонӣ дар ин навъи варзиш мерасонад. ҳар рӯз бо расидан ба толори варзиш аввалин тамринро аз давидан шурӯъ мекунанд. пас он дар майдон барои омӯзиш ба муҳориба мебароянд. устодаш ҳам аз умеда умедҳои зиёд дорад. ман умедаро дар рафти машқу тамринш назорат мекардам, аҳамият медодам. қарибе ки ба мисли писарҳо машқу тамрин мекунанд, ман боварӣ доштам ки он дар байни духтарҳо баромад карда сарвори ҷои аввал мегирад. умеда ва амина дар миёни 20 писар тамрин мекунад. ҳар рӯз устодаш умедаро бо писарон ба майдони бокс мебарорад. устодаш ӯро аллакай қаҳрамон медонад. духтароне ки пас аз таваҷҷӯҳи ҷомеа ба як гузориши озодӣ сарнавишташон тағйир кард. соҳиби хонаи худ шуданд ва аз пардохти пули иҷораву ранҷҳо раҳо шудаанд. соли нави 2023-ро бо орзуву нақшаҳои бузургтар ва ширкат дар мусобиқаҳои маъруфтар пешвоз мегиранд. маҳмуҷон раҳматзода, озодӣ, кулоб. شمار گمانبران پرونده کمپیرآباد در قرقیزستان که گرسنه‌نشینی اعلان کردند به 19 نفر رسیده است. 7 گمانبر حبس شده 14 دکبر به خدمات اجرای جزای قرقیزستان درباره گرسنه‌نشینی خود رسما خبر دادند. روز 15 دکبر 12 نفر دیگر هم به آنها پیوست. جمعاً 19 کس گرسنه‌نشینی اعلان کرده است. گفت از حامی حقوق عزیزه عبدیرسولووا. سخنگوی خدمات اجرای جزا الیانورا سباتر و گفت تا حال 7 حبس شده این نهاد را درباره گرسنه‌نشینی خود رسما خبر کرده است. درباره تصمیم گرسنه‌نشینی گمانبران باقی اطلاعی ندارند. فعالان گفتند به دلیل تعقیب‌های گسترده سیاسی و پرونده‌های ساخته جنایی از 14 دکبر گرسنه‌نشینی اعلان می‌کنند. روز 22 اکتبر امسال در قرقیزستان کمیته حفظ آبانبار کمپیرآباد تأسیس شد. اعضای کمیته عبارت از فعالان شهروندی و سیاستمداران قرقیزستان ضد به ازبکستان دادن آبانبار کمپیرآباد برآمد کردند. مقامات قرقیزستان در مجموع 26 تن از فعالان و سیاستمداران را بازداشت کرده آنها را به آمادگی به تشکیل بی‌ترتیبی‌ها گمانبر کردند. بازداشت شده ها این را رد می کنند. دادگاه عالی مبارزه با فساد اوکراین دعوای وزارت عدلیه این کشور را قانع و دارایی ها از جمله اموال منقول، غیر منقول، پولهای پرزیدنت پیشین و فراری ویکتور یانوکوویچ را به فایده دولت مصادره کرد. ویکتور یانوکوویچ که سالهای 2010-2014 پرزیدنت اوکراین بود، ماه فوریه سال 2014 در اوج اعتراضهای خیابانی از کی‌یف فرار کرد. او بعداً با قرار رد یا پارلمان از قدرت برکنار شد. تمام این سالها او در روسیه زندگی میکند و ادعا دارد که برکناریش غیر قانونی بود. بخش یک روز تاریخ را در تقدیم خرامان بقازاده ببینید که مهمترین تحولات تاریخی در روز 16 دکبر را فرا میگیرد. با یک قرار پرزیدیوم عالی تاجیکستان شوروی از 16 دکبر سال 1960 شهر نورک تأسیس شد. پیش از این در این مکان ساختمان نیروگاه برق آبی نورک آغاز گردید که ضرورت بنیاد شهر انرژتیک ها را در نزد این نیروگاه کلانترین آسیای مرکزی به وجود آورد. در بنیاد شهر نورک متخصصان از تمام اتحاد شوروی اشتراک کردند. مقامات وزارت کارهای داخلی تاجیکستان ماه دکبر سال 2018 از افزایش شمار زنان تنفروش خبر دادند. شمار زنهایی که از راه همخوابگی با مردان پول به دست می آورند نه کمتر از 6000 نفر بوده. تعدادشان تا رفت بیشتر می شود. اکثرشان 18 تا 30 ساله می باشند. گاهان نابالغان هم برای تنفروشی پا می گذارند. مشکلات اقتصادی و بیکاری را کارشناسان علت اصلی افزایش تنفروشی در جامعه سنتی تاجیکستان می نامند. روز 16 دکبر سال 2016 در سن 61 سالگی اسماعیل طالباکوف رئیس حزب کمونیست و 2 دفعه نامزد به مقام پرزیدنت تاجیکستان درگذشت. او از سال 1983 در کارهای حزبی سطحی ناحیوی کار کرده. در دوره استقلالیت مدت طولانی معاون رئیس حزب شادیش عبداللوف بود. ریاست طالباکوف در حزب کمونیستی نیم سال دوام کرد.
شبانه روز گذشته قرب روبل روسی باز هم پایان رفته، ارزش دلار آمریکایی باشد افزایش یافته است. صبح امروز در بانک‌های تجارتی تاجیکستان 1000 روبل روسی از 153 تا 155 سامانی ارزش دارد. 100 دلار آمریکایی باشد با 1015 1016 سامانی برابر است. قرب رسمی بانک ملی تاجیکستان برای امروز 16 دکبر چنین مقرر شده است. بینندگان عزیز، این آخرین برنامه نوید بامدادی در هفته روان بود. تشکر از همراهی شما دوام این هفته. برایتان در 2 روز آینده استراحت خوشخواهانه.